أتى رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبي. نیت قوی ترینه که در قلب ما میتپد و خواهش بزرگه که ما طلب داریم و اکثر دعاهای ما که ما میکنیم تا که الله ما را برساند به شبهای رمضان. چه معنی دارد برای تو آن که الله به تو اجازت رسیدن به رمضان را عطا کرده است؟ آیا هست نعمت بزرگتر از این نعمت وقتی الله پاک و بزرگ برای تو گشوده میکند درهای رحمت را، درهای مغفرت را، درهای توبه و خلاصی از آتش را؟ آیا هست نعمت افضلتر و خوبتر از آن که الله پاک و بزرگ برای تو گشوده میکند راهی را که تو را به خود قریب میکند، راه مهربانی، تقواداری، داخل کننده به جنت و دور کننده از آتش جهنم؟ بر ضمن این بعد رمضان در صف آنهای میشوی که الله گناههایشان را بخشیده است. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. این نعمت بزرگ نه به هر کس میرسد. میلیون ها برادران و خواهرانی که ما آنها را بردیم به قبرستان ها، میلیون ها آدمان خوابند در بستری های بیماری. اگر شما را انتخاب کرد الله پاک و بزرگ که از جمله آنهایی باشد که به آنها داده شده است اجازت رسیدن به این ماه پاره و رسیدن به این شبهای رحمت، شبهای مغفرت، پس یقین باشد که الله دوست می‌دارد شما را و بدانید که الله گشوده کرد برای شما درهای رحمت را. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است در حدیثی از ابو هریره وقتی می آید رمضان درهای رحمت گشوده می‌شوند، درهای رحمت گشوده می‌شوند. این نجات است و این خلاصی است. اگر تو دعوت کرده می شدی به یگان معرکه مهم در هفته دیگر یا اینکه یک هفته پس، تو قناعتمند و آرام نمی شدی تا دمی که تا حد امکان آماده نمی شدی و همه تواناییت را خرج می کردی تا که به این معرکه مهم خوب آمادگی بینی. و این چه گناه خواهد بود وقتی دعوتی می بودی به معرکه بزرگی که هنگام آماده شدنش حتی یک شب آن را باید از دست ندهی. آنچنان که الله پاک و بزرگ روشن میکرد که تو صمیمانه نیت رسیدن به مکافات او داری تا اینکه الله پاک و بزرگ از رحمت خود به تو اجازت شاهد بودن این ماه را نصیب گرداند. پس نگاه دار این نیت را در قلبت، برس به قدر این رحمت. این سخاوتمندی از طرف الله پاک و بزرگ است. بدار این سوزاننده گناه ها را. این ماه چنین نام گرفته است از صحابگان. بسیار استغفار بکن پیش از خواب با طهارت و نشسته بعد نماز بسیار توبه گناهان بکن. با این خود را عوض میکنی. از این لحاظ در صف آنهایی باش که همه کار را میکنند بهر رسیدن به رحمت و مغفرت الله پاک و بزرگ. استغفار بکن آن گناه که الله ببیند نیت صدقاً و کوشش های صمیمانت را، و اگر بسیار طلب مغفرت کردی با این آماده میکنی روحت را به اطاعت الله، به استوار بودن در راه او و خود را از تنبلی خلاص میکنی و تاریکی را دور میسازی و قلبت از روشنی پر میشود و این روشنی در چهرهت نمایان میشود. أتى رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبي. فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا، وحث السير للجنات سعيا. فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا. تزود بالفضائل فاغتنمها كفى ذنبا وإسرافا وغيا، كفى ذنبا وإسرافا وغيا.